یکی خیرس بود است در جنگل، درنده شتور قوی هیکل. دو صیاد استاد چالاک و چوست، یکی الفر و نامی دیگر اگوست. بکردند در یک رباط ورود، که بر جنگل خیرس نزدیک بود. سخن آمد از خیرس اندر میان، بر ایشان بکردند تعریفی آن. که در جوسه به حد بزرگ است و بود پوستش پربها و نکو. بسی آمدند از شکار آوران، که عاجز بماندند از صید آن. اگوست آن زمان گفت که ما دو یار به زودی نماییم او را شکار. از آن جانور ما نداریم باک، نداریم هر دو دلی ترسناک. و جنگل برفتند آن دو جوان، پی خیرس گشتند هر سو روان. اگرچه نمودند هر سو گذر، ندیدند آن روز از خیرس اثر. ز جنگل سوی خانه باز آمدند، بدین حال بودند خود روزی چند. میماندند یک هفته در آن رباط، نمانده ز خوردنی ها در بساط. خریدند از میزبان نان و آب، ندادند وجه طعام و شراب. نمودند با او قرار و مدار، که سازیم چون خیرس را ما شکار فروشیم. چو پوست خیرس را نماییم مر قرض خود را ادا. چه یک روز هر دو به جنگل شدند، پی خیرس هر سو شتابان بودند. بدیدند خیرس چو دیو رسید، بغرید چو هر دو از دور دید. دو صیادی با جرأت و خودپسند، که ناکشته‌اش پوست بفروختند. در آن دم چو دیدند آن پیلتن، نمودند گوم جرأتی خویشتند. فتاد الفره را تفنگش ز دست، ز ترس به بالای شاخ بجست. اگوست آن زمان خوف چو مردگان، نیاورد بیرون نفس از دهان. چون نزدیک شدند دیو مثل به او، بسی کرد مر گوش و بینیش بود. ورا مرده پنداشت که او برگذشت، چو از چشم ایشان بسی دور گشت. اگوست از زمین جست شوریده بخت، بشد الفره بر زمین از درخت. بگفتا با او با لبی نبخند، چی در گوش تو ریخت آن خیرس پند؟ چون این داد پاسخ که این حرف از اوست، چون نکشته خیرس مفروش پوست. چه خوش گفت فردوسی پاک دین، به شاهنامه در جنگ خاقان چین. فرستاده گفت که ای خداوندی رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش.